السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام عزیزانی که امروز در افیر که پس از یک مدتی طولانی دیگر شروع کردیم با ما هستید. انشاءالله امروز بعضی از سوالهایی که خواهرها چند بار پرسیدند که ما چقدر سوال خود را دهیم به زوم داخل شده نمیتوانیم، یا اینکه بعضی عزیزانی که گفتن سوال ها رو فقط میتوانیم زیر چت یوتیوب نویسیم، به آن سوال ها میتوانم پاسخ گویم و انشالله اگر صدای من خوب باشد خواهر ادمین در تلگرام به من یک اشاره میکردن برای اینکه پس از چند مدت به میکروفون و به یگان آمادگی من شروع کردم این افیر را، باذن الله به یگان مشکلی برود. با هم امروز بعضی سوال هایی که همینجا در چت نوشتید و این چونین در تلگرام فرستادید و به جواب ماند، انشالله پاسخ میگویم. سوال یکم در اینجا نوشتند که من 4 ماه می شود که تولد کردم و تا حال حیض ندیدم، اما با این حالت گرفتار شدم، چیکار کردنم را نمیدانم. درباره حیض ندیدن پس از تولد کردن، پس بعضی از زنها همین گونه هستند، این نگاه مشکلی ندارد. یعنی اگر شما حیض ندیدید شاید به خاطر شیردهی باشد، شاید به خاطر یگان وی شما باشد، یعنی چه بگم طبیعت زنانه باشد. و این یگان جای خواطری نیست. بعضی زنها تا 2 سال هم، یعنی تا کلن از شیر برآوردن کودک هم حیض نمی شوند. در این وقت عادی مثل زنهایی که پاکیزه هستند، نماز و روزه و دیگر همه کارهایی که برای زنی پاکیزه یا گفتیم در زنی در طهر بوده جایز است انجام میدید. یعنی یگان جای خواطری هم ندارد و این نباید حیران هم شوید. و سوال دیگر، آیا بوی دوخی روزه رو میشکند؟ بوی دوخی روزه رو نمیشکند، فقط خوراک‌های با لذتی که انسان خیلی بوق آن رو به سری میکشد انا در آنجا اختلاف است، اما بوی دوخی انشاءالله بر روزه شما تماما ضرر ندارد. و سوال دیگر، تسبیح تراویح رو خوانیم یا نخوانیم؟ نماز تراویح یگان تسبیح یا دعای مخصوص دارد یا نه؟ تسبیحی که در تراویح در کشور در بین تاجیک‌ها یا بین بعضی از مردم آسیای میانه مشهور است عزیزان، یگان دلیل ندارد، نه در یگان مذهب نه از یگان عالم معتبر. شاید کسی به خاطر شوق و محبتی که به ماه رمضان دارد آن تسبیح رو نوشته باشد، اما مخصوص همین تسبیح رو مثلا الوداع گفته میخوانند یا سبحان رب العزتی گفته بود، در خاطرم نه، وقتی که در تاجیکستان بوده میخواندن. یگان دلیل ندارد. برای همین چیزی که دلیل ندارد و پیامبر صلی الله علیه و سلم هر چیزی که به دلیل به دین رابطه کرده می شود آن را بدعت میگویند، آن را نخوانید و یگان دلیل ندارد. اما در وقت تراویح که یعنی پس از هر یک 4 رکعت ایستادن و در آنجا کمی یگان چیز خوانیم تا که مردم به آن آواره شوند، یا که یگان تسبیح گفتیم و از پیش خود گفته چیزی دیگر، اما مخصوص گویا که آن تسبیح را نگفتید اگر تراویح شما درست نمی شده باشد، این گونه باشد اون به بدعت می رود تو درست نیست. و 1 دقیقه اینجا رو ببینم که من صدا رو از اینجا بگیرم. می رویم به سراغ سوال دیگر. درباره تسبیح پرسیدن. آره، نماز تراویح را در وقت نیت سنت میگویید. شما نیت میکنید که نماز تراویح میخوانید و نماز تراویح سنت و آن هم سنتی مؤکده نیست، برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را تاکیداً خوانید گفتگی نیستن، ولی خواندید خیلی به آن اجر و ثواب میگیرید. عموما نماز تراویح گفته نیت کردید کفایه است، یعنی امر در اینجا خیلی وسیع است. سوال دیگر، اگر با وجود کوشش ما بنابر ضرورت نوبتدار شبانه طبیب مرد باشد
در اینجا گناهکار میشویم یا نه. درباره تولد کردن یا معالجه کردن در نزد طبیب مرد، اولا خصوصا در وقت تولد خیلی حالتی ناگوار است. یعنی حالتی هست که باید زنها قابل باشند یا زنها دایه باشند و در کشورهای مسلمان هم در همین شرایط حاضره به خاطر بعضی از بیماری هایی که پیشتر نبود و پیدا شدن طبیبان مرد تولد میکنند. خواهرانی که به همین حالت گرفتار میشوید البته به خواست خود به یگان نقشه کشی در نوبت دکتر روبرو میشوید که مرد است، دیگر چاره ندارید، از بیمارستان برآمده رفتید، شاید به سلامتی خودتان یا به سلامتی کودک ضرر رساند، در راه شاید تولد کرده مونه. در اینجا میگیم حالتی ضروری هست، حالتی ضرورت است و انشالله گناهکار نمیشوید. اما طبیبی زن وجود دارد، شما نه مردها خوبتر تولد میکنن گفته، چون که بعضی شهرها یا گفته بعضی حالت‌های هم هست که مخصوص یک طبیب خیلی نامدار و مشهور است. مثلا در مسئله بعضی زن‌هایی که احوالشان بد می‌شود یا گفتیم حالت‌های خاص دارند، در اینجا مخصوص زن رو مونده به مرد رفتن البته گناه است و حتی زن به زن به عورت نگاه کردن در غیر ضرورت گناه کبیر است. کجا رود مرد؟ ولیکن حالت تولد یا حالت زایمان یا گفتیم معالجه کردن، این حالت‌هایی هست که استثنایی هست و انشالله به این زن گناهکار نمی‌شود، چون نه این رو خودش نقشه کشید و نه به خواست خودش بود. سوال دیگر، من قرآن را درست خوانده نمیتوانم، تجوید را نو تمام کردم، میتوانم به خطاگی ها قرآن ختم کنم؟ در نزد استاد اکنون شروع کردم. با استاد بخوانید، مادامی که تجوید را تمام کرده در نزد استاد ختم کنید. ولی اگر استاد گفته باشد که نه تجویدت خوب است، خواطر نشد، دیگر بسم الله میتوانید شروع کنید. سوال دیگر، در مسئله یک روز پیش یا قفا سر شدن رمضان امساله همه جا بحث بسیار شد. آیا هر دو طرف هم حق بودند؟ در مسئله ماه را دیدن و ندیدن بگوییم. پیامبر صلی الله علیه و سلم رمضان را صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته میگویند. ماه را ببینید و روزه گیرید و ماه را ببینید و افطار کنید یا گفتیم عید کنید. و اگر دو کشور مثلا ماه را کفت و کوب کردن، یکی دید کشور شما ندید، اونجا گفته میتوانید که در جای ما هم ماه را کفت و کوب کردند و ندیدن، ما وقتی خودمون دیدیم روزه میگیریم. اما وقتی که بعضی کشورها دیدن و در کشوری که من و شما استقامت میکنیم کسی پروای دیدن ماه ندارد، اینها همان گونه که پدر و بابای ما با ماه فلکی روزه میگرفتن، ما هم 3 روز حساب میکنیم میگویند. در اینجا البته که به حدیث نگاه میکنیم و ماه رو دیده روزه میگیریم و من اصلا نمیگویم که آنهایی که مخصوص فقط از جهت تعصب که ما در کدام کشور باشیم به همانجا نگاه کرده روزه میگیریم، ما به ماه کار نداریم، ماه رو ندیده باشن هم ما به همان کلندر نگاه میکنیم، میگن آنها رو درست نمیگویم، برای اینکه حدیث صحیح هست و قول راجح در 4 مذهب هم وقتی یک کشور ماه رو دید و این اثبات شد، کشورهای خصوصا مجاور یا دیگر کشورها این رو فهمیدن باید روزه رو شروع کنند. سوال دیگر، اگر زن حامله دار باشد یا کودک شیرخواره داشته باشد، آیا با یگان نیازمند فدیه میدهد یا که روزه قرضی میگیرد؟ در نزد جمهور علما زن حامله یا شیردهنده فدیه نمیدهد و روزه میگیرد بعد از اینکه از شیر برآورد کودکش را یا پس از اینکه تولد کرد. این در نزد جمهور علما. یگانه قول از آثار عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که میگویند زنی که پی در پی حامله شد، پی در پی شیر داد، 10 سال 12 16 سال او همیشه عذر داشت، برایش مشقت است و میتواند فدیه دهد. یعنی این قولی هست از عبدالله ابن عباس، وگرنه در نزد بقیه علما هر کسی که شرایط دارد تو میتوانی یعنی آینده روزه بگیری، پس از این عذر بیرون شدن روزت رو میگیری. فدیه رو کسایی میدهند که آنها امید برای شفا یافتنشان نیست. یعنی بیماری های هست که 100% آدم بیمار میداند که او سال آینده هم پس از آن هم قادر نیست که روزه بگیرد، انا اینجا او فدیه میدهد. یا پیرمرد و پیرزنی که سال از سال
عمرشون رفته ایستاده است، آنها هم فدیه میدهند. اما آنهایی که امید هست که سلامتیشان برقرار شود یا پس از حاملگی و شیردهی، آنها فدیه نیو روزه های قرضی را میگیرند. آدم روزه‌دار تا نصف روزی حمام قبول کند، روزه اش نمیشکند. آیا همین درست است؟ در مسئله حمام کردن باشد، یعنی آبازی کردن، آبازی بعد از نصف روز فرق ندارد، به روزه یگان خیلی ضرر ندارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت روزه‌داری از سرشان آب ریختن، درباره‌اش حدیث است. اگر با کسی قهری باشیم یا مناسبتمان آنقدر خوب نباشد، روزه داشتمان قبول نمی شود. قبول روزه در نزد پروردگار عالمیان است. از که قبول میکند، از که قبول نمی کند، او داناتر است. ولی در ما حدیث پیامبر است، حدیث در صحیح است، چه درباره بالا شدن عملها در 15 شوال باشد، چه در پنجشنبه و در دوشنبه باشد، که پروردگار عملهای بنده را قبول میکند. فقط آنهایی که با هم دیگر قهرگی، بغض و کینه دارند، آنها را تا با هم آشتی کردن به حالش میگذارد. برای همین با کسی قهری هستید، نه به خاطر آن طرف، فقط به خاطر پروردگار، تا که در نزد الله قدر شما بالا شود، با او آشتی کنید. شما آشتی کردید و او آشتی نشد، دیگر پناهش به الله، شما اجر خود را میگیرید، آن هم گناه خود را. چگونه انسان میتواند در جامعه معاصر زندگی کند ولی ایمان و هویت دینیش را نگه دارد؟ سبحان الله، سوال خیلی سوال جدی هست و سوال مهم هم هست. یعنی در یک زمان هستیم که همان حدیث پیامبر است که القابض علی دینه که قابض علی الجمرة بود، خطا نکنم لفظ حدیث. زمانی می آید که آنهایی که دین خود را محکم میقپند مانند آنهایی هستند که لخشه را محکم به دست میگیرند یا پاره آتش را، یعنی خیلی دشوار است. در حقیقت همین حاضر زمان ما، همین روزهایی که من و شما زندگی میکنیم، دین خود را ثابت داشتن کار آسان است و آنهایی که میخواهند در دین خود استوار باشند، از 1001 طرح بالایشان سنگ می آید، ابتلا و مصیبت های می آید که دیگر یعنی خیلی به آن تحمل کردن دشوار است. و اینجا یگانه با امید آن که این وعده الله هست، الله نصرت می دهد بنده های مومنش را. انسان مومن باید محکم در دینش باشد، نباید این طرف و آن طرف نگاه کنیم، نباید به آنهایی که میگویند دین با پیشرفت زمان باید مدرن تر باشد، زمانه‌وی تر باشد. حاضر به ما ملاهای پیشتره لازم نیست، ملاهای باشند که ریشای تراشتگی، شیمکستوم کرته سفید، حجاب های آن وسیع و دراز و رنگی تاریک نه، کرتچه و ازارهای تنگ و کوتاه و یعنی خود را دیندارهای سوری می کنید تا که غرب و دیگرها شما را دوست دارن. اینها فقط فتنه است. یعنی همان گونه که هویت اسلام و مسلمین چگونه پیشتر بود باید تا آخر باشد و انا اینها را پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند تا روز قیامت طایفه هستند که آنها همیشه منصور هستند. خب الله به آنها عزت میدهد. اما برای در این حالت ثابت بودن البته محیط خیلی مهم است، رفیقان و همنشینان خیلی مهم است و پایبند به دو چیز اساسی، قرآن و سنت خیلی مهم است. آنهایی که گفته این عالم و فتوای آن عالم گفتند و از قرآن و از سنت دور شدن، کمی نرفت که خیلی و خیلی لغزیدند و دیگران را هم با خود بردند. و آنهایی که خود دیندار بودند و با انسان‌هایی که ضد دین هستند اگرچه خود را مسلمان میگویند پیوست شدند، دیر نشد که گفتن اسلام دیگر دین قدیم است و الان ما باید زمانوی زندگی کنیم. یعنی پایبند علم، اساساً قرآن و سنت، علمای اهل سنت و دوستانی که در اطرافمان هستند. و این چنین البته محیط زیست خیلی مهم است برای نگه داشتن دین. و البته باید شب و روز دعا کنیم که پروردگارا ثبت اقدامنا علی دینک. پروردگارا ما خیلی ضعیف هستیم، خیلی ناتوان هستیم. اگر تو لحظه از ما دور شدی ما دیگر پاره میشویم و میلغزیم و دیگر نمیتوانیم در دین تو ثابت باشیم. الله خودت ما را ثابت نگه دار. سوال دیگر،
چگونه پدر و مادر می توانند به فرزند هم تحصیل خوب و هم تربیه دینی سالم دهند؟ پدر و مادر زمان تربیه دینی داده می توانند که خود الگوی خوب باشند. اگر خودت الگو نیستی، خودت نمونه خوب انسان دینداری را نداری، هزار نصیحت کردی، هزار گفتی به یگان فرزند فایده نمی دهد. فرزندها به گفته ها نه، به کرده های پدر و مادر تقلید میکنند. چه خیلی که هستید به آن تقلید میکنن، نه به آن چیزی که شما گفتید. برای اینکه فرزندان صاحب دین خوب باشن باید خودمان الگوی خوب باشیم، خودمان دیندار خوب باشیم. یک همکار نصرانی هست، آنها هم 45 روز روزه می دارن اما محصولات شیری و گوشتی نمی خورن. آیا ما هم یگان نمود غذا داریم که در رمضان خوردنش من باشد؟ نه، در رمضان هر چیزی که در رمضان حلال است آن بیرون از رمضان هم حلال است. هر چیزی که بیرون از رمضان حرام است در داخل رمضان هم حرام است. یک خوراک مخصوص ما نداره. سوال دیگر، شوهرم بسیار انسان خوب هستند اما در استفاده پول یک کم بی اهمیت هستند. من همیشه از او پول می گرفتم، ذخیره می کردم، حالا آن به نصاب رسیده است. شوهرم خبر ندارن، اگر فهمند می ترسم که خرج بیهوده کنن. آیا من می توانم زکات آن را دهم؟ البته زکات آن را می دهید. یعنی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، میگوید الله. آنهایی که سفیه هستند، یعنی انسان هایی که پول را استفاده برده نمی توانند، با آنها پول دادن درست نیست، اما از آن زکات می دهید. اگر گفتید در حقیقت ویل خرج است، یعنی مثل یک کودک است، عموما با پول مناسبت کردن نمی تواند، اگر شما ذخیره کردید برای خود و فرزند و آینده خود شوهرتان، کار خوب است انشالله، و زکاتش را هم حتما باید بدهید. سوال دیگر، چرا سوره توبه به بسم الله خوانده می شود؟ برای آنکه سوره توبه اساساً درباره جهاد است، درباره جنگ با منافقین، جنگ با مشرکان و اهل کتاب است و از روی حکمت نیست که جنگ با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شود. سوال دیگر، فرزند نوزاد را به آدم بی فرزند دادن گناه است یا نه؟ کمتر میفهمانید. فرزند را با رضایت خود، یعنی زن و شوهر با رضایت خود با کسی دادند برای آنکه آن نفر فرزند ندارد تا که بزرگ کند. انشالله در اینجا جای گناه نیست، انسان گناهکار نمی شود باذن الله، و فقط شرطش این است که به کی فرزند داده استادید. آیا آن طرف اهل دین است، اهل امانت است، فرزند شما را دیندار بزرگ میکند؟ آیا پس از بزرگ شدن او شما را میشناسد؟ برای آنکه بعضیا بعد از فرزند را گرفتن تماما پدر و مادر اصلی او را حرکت میکنند پنهان کنند و پس از یعنی خیلی بزرگ شدن و به وای رسیدن کودک میفهمد که پدر و مادر اصلی او شخص دیگر هستند. اگر به کسی فرزند میدهیم که انشالله گناه ندارد، برعکس این یک کمک کردن همدیگر هست، اما باید شرط داشته باشد که چگونه به آنها باید محرم شود و چگونه فرزند را تربیه میکنند و عائله اصلی خود را هم نباید فرزند فراموش کند. و اگر به حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم، حضرت علی از خردسالی در خانه پیامبر بودند، به خاطر اینکه حضرت علی در خانواده تولد شده بودند که خیلی کم بغل بودند و به پیامبر هم کمک میکردند و در خانه پیامبر بودند و این چیز را یعنی حرام گفته نمی شود انشاءالله. زادروز را قید کردن گناه است در اسلام یا باکی ندارد؟ یعنی تورت پختن برای فرزند خودت در روز زادروزش. التماس جواب دهید. درباره زادروز پیشتر هم گفته بودیم که ما مسلمان ها آن چیزی که اطیع الله و اطیع الرسول میگوید الله را اطاعت میکنیم و پیامبر را، الگوی ما قدم به قدم زندگی ما را پیامبر به ما فهماندند صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در ما مسلمان ها بهترین بشر، بالا قدرترین بشر پیامبر هستند و حتی زادروز پیامبر را جشن گرفتن در اسلام جایز نیست و بدعت است.
کجا رسد به جشن گرفتن زادروز فرزند خودمون. و جشنگیری زادروز خودتان میدونید که اساساً کار نصرانی ها هست که خیلی مشهور هستند. حتی خدای ما تولد شده روزی تولد خداگویان جشن میگیرند و یک زنی مسلمان، یک پدر و مادر مسلمان به جای اینکه بگوید نه زادروزش رو اگر قید نکردیم کودک خفه می شود، تراوما می گیرد، خود رو در انزوا می بیند، باید به او آموزانیم که فرزندم، بچم، من و تو مسلمانیم و من و تو زادروز قید کنی مثل نصرانی ها نداریم. برای او هر ماه شما شیرینی پزید، برایش کی خواستید مهمانی گیرید. هدیه گرفتن در اسلام فقط در زادروز یا در روز مادر نیست. هر روز می توانیم برای یکدیگر هدیه دهیم، اما مخصوص به زادروز آورده چسبانیدن یکی این خلاف شریعت ما هست که در دین ما عموما این چیز وجود ندارد. دویما تقلید به نصرانی ها هست و علل خصوص با اون تورت و شیرینی که عیناً فرق نمی کنیم از نصرانی ها. خیلی گفتم هر روز برای فرزندتان عید باشد، هر ماه برایش هدیه خرید، اما نه در یک سال یک بار و عیناً مثل مسیحیان یا غیر مسلمان ها. آیا بعد 4 رکعتی 4 استراحت میکردند صحابگان؟ نفهمیدم. سوال دیگر، زنهای صحابگان جماعت میکردند، پس جماعت خواندن نماز تراویح برای زنان خوب است اگر شرایط باشد؟ انشاءالله با که ندارد. یگانه در مذهب حنفی جماعت خواندن زنها را مکروه میگویند، ولی خود ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند وقتی که سنت یا حدیث آمد برخلاف مذهب من، مذهب ما را یکسو گذارید. آثار حضرت عایشه است که حضرت عایشه جماعت با زنها نماز خواندند. باذن الله زنها اگر جماعت خواندند اجر و ثواب جماعت را میگیرند و امام میزن وقتی تراویح میخوانند در مابین میایستد، در پیش نمی ایستد و اینقدر صدایش را بلند نمی کند. پول استیپندیه که از دانشگاه تاجیکستان میگیریم حلال است؟ استیپندیه کمک پولی دولت است، حلال است البته، اما به استادها رشوه‌ای که میدهید آن حرام است. من 2 دختر دارم، الان باز حامله ام. اینش را نیز دختر میگویند. آدمان میگویند یک توماری بچه دار شوی گیر. آیا این راست است؟ شرک اکبر است تومار گرفتن و پسر دادن و دختر دادن به دست الله است، خالق زمین و آسمان. شاید که دخترکی که شما تولد میکنید هزارها بار بهتر از یک پسر باشد و من شخصا خودم 4 دختر دارم و اصلا از این چیز غمگینم نشدم و اصلا نمیگویم که چرا من 4 دختر دار شدم. الحمدلله رب العالمین. بعضا یک دختر جای هزارها پسر را میگیرد و پروردگار شکر کنید صحت و سلامت کودکتان به دنیا آید به جای رفتن به شرک و به تومار و به چیز دیگر. الله میداند که به کی پسر لازم است، به کی دختر لازم است. شاید بعضا این امتحان باشد، اما یقین بدانید آن چیزی که الله برای من و شما اختیار میکند آن بهتر است از آن چیزی که ما برای خود میخواهیم یا نقشه میکشیم. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا میگوید الله. به کسی خاص دختر میدهد، به کسی خاص پسر میدهد. دادن دختر و پسر به دست الله یگانه است. این از همون جاهلیت مانده است هنوز هم در ما که دویم فرزند الکی دختر شد مردم به اضطراب میدرویند، گویا که پسرها خیلی به جایش پدر و مادر رو برده رسانیده ایستاده باشند. سوال دیگر، اگر تنها باشی تراویح رو دیر گذاری می شود تراویح تا وقتی بامداد وقت دارد انشاءالله. و تراویح و قیام اللیل اساسا در کتاب های فقه فرق نمی کند. تراویح همان نمازهای شبی که در رمضان می خوانند. اگر شما پیش و پیش بامداد حتی خواندید باذن الله بوکی ندارد، اما تراویح می خوانم باز تهجد می خوانم گفتید، البته این اجر و ثوابش زیادتر است. شوهرم رو میگویم که چرا با مادر من 1 سال زیاد می شود که گپ نمیزنید، برای چه شما گپ نمیزنید؟ میگوید که منده فرض نیست. و مادرتون گپ نزند به حالش بمانید. یعنی مسئله این است که خانه رو به جنگ و جنجال تبدیل دهید. بعضیا شر میکنند، بعضیا کبر و غرور میکنند. یعنی نباید یک زن از شوهرش التماس کند که مادری مرا احترام کن. احترام کرد احترام میبیند، احترام نکرد فردا او هم
فرزنددار می شود و خسرو خوشتومند می شود. من 3 رمضان رو روزه نگرفتم، حامله‌دار بودم. این 3 ماه رو باید پدریت یا پای در پای گیرم. قضای رمضان رو پای در پای گرفتن حتمی نیست. روزه هایی که شما همچون کفاره می دهید، مثلا در روز رمضان نزدیکی کردن به شوهر یا دیده و دانسته خوردن نوشیدن در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه، انا این پای در پای باید 2 ماه روزه گیرن. اما قضا رو مسئله اتفاقی است که شما می توانید جدا جدا بگیرید. من کودک ابورت کردم، نمیدونستم که گناه هست. یکم 1 تا بود، دوم 2 تا دوگانیک. یک ویدیوی حاجی میرزا رو دیدم که گفتن 4 ماهگی گناه نیست. من گرفتم، بعد ویدیوی شما رو دیدم، نمیدونستم دیگر. من هم نمیدونم برایتان چی گویم. من 3 روز حیض می شوم، 3 روز من می شود، باز 1 روز کمتر حیض می آید. روزه و نمازم رو چیکار کنم؟ بین 2 حیض پاکی خواهران عزیز 15 روز است. اگر حیض شده 2 روز 3 روز چیزی ندیدید، اون هم حیض حساب می شود. پاکی تا 15 روز است. یعنی بعضا می شود که شما 4 روز چیزی نمی بینید، 5م روز چیزی می بینید. در اینجا شما 3 روز و 3 روز و 1 روز 7 روز کامل حیض حساب می کنید، 8م نماز می خوانید. 2 روز یا 1 روزی که بعضا پاک می شوید، اون رو اصلا پاکی حساب نمی کنید. پاکی هم مدتی خودش رو دارد. 1 روز 2 روز پاکی حساب نمی شود. السلام علیکم. نیتی روزه پنجشنبه دوشنبه کنی که تا آخر عمرم میگیرم، بعد چند مدت گیری و بعد نگرفته باشی چی میشده باشد؟ شما نظر کردید که تا آخر عمر پنجشنبه و دوشنبه روزه میگیرم، بعد نظر رو شکستید و شکستن نظر مثل شکستن قسم است در شریعت. و کفاره شما 3 روز پای در پای یا روزه میگیرید یا به 10 قمبغل لباس خریده میدهید که با آن نماز خوانده توانند، زن مرد فرق نمی کند، یا به 10 قمبغل خوراک میدهید یا پخته مهمان میکنید 10 قمبغل رو، یا اینکه خامش رو 1.5 کیلو آرد یا برنج 1.5 کیلویی تقسیم میکنید، 12.5 کیلو آرد یا برنج میشود. کسی که نظر کرد و نظرش رو شکست، کفارهش همین گونه مثل کفاره قسم است. سوال دیگر، من میتونم به خواهر خودم زکات یا خیر یا فطر روزتیم؟ از شوهرش جدا شدگی است، 1 بچه دارد. میتوانید انشاءالله، لیکن در خانه پدر و مادرتان استاد و شما مقصدتان به پدر و مادرم کمک شود، همراه خورند گفتید، اینجا شما حیله شرعی کرده استادید. وقتی خواهرتان با پدر و مادرتان و شما به او زکات میدید که همراه پدر و مادرم خورند، در اینجا این یک نیرنگ است. اما دادید گفتید شخصا به خودت صرف کن، در اینجا انشالله باقی ندارد. وقتی شوهرم کمی قرض دارند، آیا ما می توانیم خیر کنیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند صدقه باید از ظهر غنا باشد، یعنی انسانی که قرض دار است او خودش نیاز به صدقه دارد، در اینجا بهترش آن قرض ها را دهید. اما گفتید نه، من یقین میدانم قرضی که ما داریم صدقه، ببخشید، مالی که ما داریم قرض را میپوشد، ما فقط کم کم آن قرض را داده استادیم. مثلا ما برای تجارت یک پول قرض گرفتیم، یک درآمد دیگر داریم و اون پول قرض گرفتم اون رو هم مال و کالایی که برای تجارت گرفته میپوشاند. در اینجا شما قریب قرضدار حساب نمیشوید، در گردنتان یک مالی هست که شما دارایی خود رو فروخته هر زمان داده میتوانید. انا در اینجا البته صدقه میدید و حتی زکات هم داده میشود. لیکن گفتید نه ما قرضدار هستیم، چگونه دادن رو نمیدانم، قرضمون زیاد است، در اینجا چیکار کنیم؟ نه، خودتون به صدقه نیاز دارید، باید در اینجا اول قرض بدید. ما در مسکو هستیم، برای دکومنت کردن می رویم، سطرمون رو کشید میگویند. برای صورت گرفتن ما گناهکار می شویم یا نه؟ وقتی که برای دکومنت است و ضرورت است انشالله گناهکار نمی شوید، به خواست خود شما نمی کشید سطر رو و اون دکومنت هم الان مثل آب و هوا برای همه لازم است، اینجا همچون حالتی ضرورت حساب می شود، انشالله گناهکار نمی شوید.
اگر ایپوتک داشته باشیم به حج یا عمره رویم چی می شود؟ آیا اول ایپوتک رو صاف کنیم بعد رویم کدامش بهتر؟ البته ایپوتک رو صاف کنید و اگر به چند سال باشد هم زودتر بدید، برای اینکه ایپوتک شما در قرض، اون هم قرض عادی، در قرض پرتسندار یا گفتیم ربوی آلوده هستید. شرایط داشته باشید البته که از حج و از عمره پوشیدن اون قرض که غوطه گناه است بالاتر است. معلم من یک چند کس را غیبت کردم و ویها هم مرا غیبت کردند، شنویدم. بعد اینجا برابر می شود یا بخشش پرسم؟ نه که اگر بگویم که غیبت کردم در حق بد دلشان گنده می شود، چه خیل کنم؟ غیبت کردن به حق یک انسان داخل شدن یا حق یک بنده الله را پایمال کردن است و پروردگار تمام گناه ها رو می بخشد با توبه. یگانه وقتی در آنجا حقوق بنده هایش هست، از نام بندهش کسی را نمی بخشد و این عدل و عدالت پروردگار است. سبحان الله، غیبت دیگر الان زیب دسترخوان ها و غیبت الان یک چقچقیه که دیگر ما رو خوشحال میکند. یک بار هوشیار میشویم غیبت رو شنیدیم یا گفتیم یک لذت میبریم در بین مردم. خیلی حتی در پیش زنها میگفتن الان غیبت در بین مردها هم دیگر یک خوراک با لذت شده است، همه از آن میخورند. تو میتواند مسلمان باید خود را از غیبت نگه دارد. کاش به جای غیبت یاد میگرفتیم تعریف کردن رو، کارهای خوبی یکدیگر رو گفتن رو، به جای فقط طعنه زدن و پس زدن و کارهای بدی یکدیگر رو گفتن که کارهای خوبی اطرافیانمون خیلی زیاد هستند. متاسفانه ما آنها رو دیده نمیتوانیم. ولی به هر حال اگر غیبت کرده باشد دو حالت است. یکی حالتی که شما میگوید من شاید تو رو غیبت کرده باشم، عذر میپرسم، اما گفتید نه، در این حالت او خیلی میرنجد. در این وقت برایش دعا کنید و همان گونه که غیبتش کردید تعریفش کنید در بین مردم و دعا کنید که پروردگارا گناه مرا بخش که من حق فلان بنده رو پایمال کردم و بگذار غیبت من سبب بالا شدن قدر او باشد. استاد جان به ما یک مصلحت میدادید کدام کتاب های اسلامی رو خواندنش رو شروع کنیم تا ایمان و فهمیشمان به دین زیاد شود و به الله نزدیک شویم. خواهرم درباره کتاب هایی که با زبان تاجیکی نشر شده اند اگر در نظر داشته باشید. متاسفانه من کتاب های تاجیکی رو نمیدانم، برای اینکه برایم دسترس هم نیست و سالهای دراز است، نزدیکی به 20 سال که من در وطن نیستم. اما اگر ترجمه پیدا شده باشد البته که شروع کنید از خواندن یک زندگی نامه پیامبر، کوتاهک باشد برای مقدمه یا داخل شدن، کمی از تفسیر آیات ها، کمی از حدیث هایی که معنایش یعنی شرح وسیع دارد و به حضور میفهمید، و البته کمی از فقه و بالا از همه کمی از درس های اعتقادی، یعنی شناخت الله، شناخت پیامبران، شناخت روز قیامت، آماده شدن از اینها. اگر پیدا کردید این گونه کتاب ها را و دعا کنید که پروردگار به ما در وقت ها برکت دهد تا که برای مهیا کردن این کتاب ها دست به دست در کمک باشیم. سوال دیگر، تسبیح رو با دستمون گذرانیم خوبتر است یا که با تسبیح؟ البته با انگشتان راست که درباره‌اش حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در سنن ابو داود بود خطا نکنم، که زنها شما با انگشتان تسبیح رو زیاد گوید، این انگشت ها برای شما شهادت میدهد. با تسبیح گفتید هم ان شاء الله باک ندارد، ولیکن با انگشت ها گفتید بهتر است. همین چیپسی روز آورده نگاه نکرده خوردیم، ای بیکن بودای، چیکار کنیم؟ من حدیث رو چرا سوال رو نفهمیدم راستی گپ. برای چی خواندن تراویح رو یک روز پیش از رمضان شروع میکنن؟ برای آنکه پگاه رمضان باشد امشب رو ما شب رمضان میگیم. چگونه که پگاه عید باشد امشب رو شب عید میگیم و یک روز در آخران روز رمضان ما روزه نمیگیریم و در اسلام شب آن گفته حساب میکنین. مثلا امروز روز 26 روز روزه‌مون هست، امشب دیگر شب قدر حساب میشود. پگاه اگرچه 27 امشب شب 27 رو ما شب طاقه حساب میکنیم.
من میتوانم پنهانی از شوهرم از پول خودش خیر کنم. شوهرم آنقدر اهمیت نمیدهد به کارهای خیر و از نماز دور است. خواهرم اگر خیر کرده دو شوهر این رو فهمید و خیلی عصبانی شد و یا شما مقداری رو خیر کردید که آن پول برای او خیلی مهم است، یعنی مقدار کم نیست، در اینجا شما پول او رو ضایع میکنید. اگرچه انسان خوب نباشد هم حتی به پول کافر نباید انسان خیانت کند گجا رسد به شوهر. اما گفتید نه، یک مقدار خیلی کم که من کی این مقدار پول رو صرف کردم او تماما از این غمگین نمی شود یا از این غضب نمی کند. در اینجا انشاءالله ثوابش به خودتون هم میرسد به شوهرتون هم. حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن زنی که از پول شوهرش خیر کرد اگر شوهرش بیخبر هست ثوابش به شوهرش هم میرسد. در شرحش آمده است که یک مقدار پولی که زن میداند که اگر شوهر فهمد از این غضبناک نمی شود، اما یک مقدار زیادتر باشد در اینجا او امانت شوهرتان است، به اجازهش ممکن نیست. سوال دیگر می گفتید که نماز تراویح رو 4 رکعت خوانیم میشد یا البته 8 یا 20 رکعت خوانیم؟ بعد مبین رکعت ها تسبیحات رمضانی رو نگویم می شود یا نه؟ درباره تسبیح کمی بالاتر من جواب دادم که تسبیحی که در تاجیکستان میگویند این گونه تسبیح در یگان کتاب فقه آمده است و نباید خوانده شود. لیکن درباره نماز خود تراویح رو خواندن سنت است، خواندید ثواب میگیرید، نخواندید گناهگار نمیشوید. اما توصیه میکنم که نماز یعنی رمضان رو به تراویح سپری نکنیم، تنها باشید هم خوانید، با جماعت خواندید باز بهتر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم 8 رکعت خواندن، صحابه ها 20 رکعت خواندن برای اینکه مردم با گفته خودمون به نماز سر شود و همه به خانهش برگردد و این اجماع صحابه ها بود. حضرت عثمان هم بودن، حضرت علی هم بودن، دیگر صحابه ها هم بودن. 4 رکعت خوانید هم می شود، 20 رکعت خوانید هم. اگر گفتید نه به اینش نه به آنش من طاقت دارم، من فقط 2 رکعت میتونم خوانم یا 4 رکعت میخوانم، به این گناهگار نمیشوید، به این ان شاء الله گناهگار نمیشوید. اما سنت رو انجام دید، 8 رکعت دور و دراز یا 20 رکعت کمی با سوره های مایده اگر خوانید هم ان شاء الله با ثوابش زیادتر است. آیا زنی حایضه می تواند ختم قرآن را شروع کند؟ خواهران عزیز، یکی و تمام بینندگانی که الان هستید، سوال آخران یا گفتیم سوال روزهای آخر همین است که زنها حیرانند در وقت حیض گویا چیکار کنند. بعضی سوال میدین که ما دارو میخوریم تا همین ما حیض نشویم، بعضی میگن من نمیتوانم، من در مسجد رفته می نشینم و امام رو گوش میکنم، بعضی میگن من ختم قرآن میکنم، بعضی میگن من قرآن رو گوش میکنم. خواهران عزیز، حیض به دست یگان زن نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن این چیزی هست که خداوند الله مهربان بالای دختران حضرت آدم نوشته است. شما وقتی در وقت حیض ختم قرآن نمی کنید، نماز نمی خوانید، روزه نمی گیرید، ثوابتان مثل زنی هست که ختم قرآن کرده ایستاده است، روزه گرفته ایستاده است، نماز خوانده ایستاده است. عیناً مثل آن زنها شما اجر و ثواب میگیرید، برای اون که در دستتان این چیز نیست. برای همین وقتی که در نزد جمهور علما ختم قرآن جایز نیست برای زنی حایضه، در نزد جمهور علما فقط 1-2 نفره که اجازه میدن برای استاد یا که حاضره بعضی علمای معاصر از تلفن خواندن برای شاگردهایی که درسشون میموند اجازه میدن. تقوا کنید، دارو خورم یا نخورم گویان حیران هم نشوید. یعنی داروهایی که الان برای قطع حیض هستند اکثریتش خیلی ضررهای جدی دارند و برعکس بعضا آنها 2 برابر بیمار میکنند. مادامی که این چیزی عادی هست، هر زن آن رو میبیند و این یعنی از پروردگار طلب اجر کنید. زنهایی که چی در شبهای قدر چی در کدام روزها نباشد حیض میبینن اجر میگیرن برابر زنهای طاهره که با نماز، با روزه و با ختم مشغول هستن، برای اینکه این چیز در دست زنها نیست. یعنی نباید خود رو اینقدر به هر آوارگی و پریشانی و به غم زنیم که چیکار کنم، چرا من در این وقت حیض. نه، این چیزی هست که بالای سر شما خداوند نوشته است، مقدر کرده است، باید راضی باشیم و قبول کنیم و انشاءالله چه خیلی گفتم اجر زنهای پاکیزه رو میگیرید. اما ختم قرآن اصلا نکنید در وقت هست. ما در غریبه هستیم، پول خانه جمع میکنیم،
و 5 فرزند ما باید از همین پول زکات دهیم. زکات وقتی که به 85 گرم طلا رسید در خانه هست، تو خانه داری نداری، شوهر داری نداری، پدر و مادر داری نداری، برایت فرض می شود. زکات به خانه داشتن یا ماشین داشتن یا که شوهر داشتن به اینها تماما تعلق ندارد. شرط های زکات در تو پول هست، 1 سال در خانه ایستاد، آن هم برابری 85 گرم طلا شد، از آن یک مقدار کم، آن هم 2.5% را زکات می دهیم. مادرم در قید حیات نیستند، آیا ما دخترک ها میتونیم به جای مادرم روزه های نداشتهش را سبک کنیم؟ چگونه، با کدام راه؟ اگر مادر به خاطر بیماری روزهشان را نگرفتن، در اینجا شما فقط فدیه میدهید. یعنی او بیمار بود و به خاطر بیماری هایش نتوانست، در اینجا فقط ولیش فدیه میدهد. اون هم 1 کیلو برنجی و ارد برای هر یک روزش. اما گفتید نه بیمار نبود و قرضدار بود، در اینجا حدیث پیامبر که صلی الله علیه و سلم میگن کسی مرد و او قرض دارد، ولیهاش از او روزه میگیرند، در اینجا شما روزش رو گرفته میتوانید. اگر گفتید که او بیمار نبود، فقط نتوانست که قضاش رو بگیرد. من از سبب حامله بودنم نمازم را 6 میخوانم، گرچنده که حالی ماه 6 است، از سبب واریکوز داشتنم. انشالله درست است. بیمار هستید، باذن الله بوکه ندارد. استاد جان درباره نمازهای علاوگی کمتر معلومات میدادید، چی نام دارند و چی وقت خواندن لازم؟ در ما الحمدلله نماز چاشت است، یا همان اشراق یا ضحی. حتما توصیه میکنم از همین رمضان شروع کنید و هیچ دیگر ترک نکنید، برای آنکه 2 رکعت نماز ضحی اجر صدقه، اجر کمک به دیگران، اجر تسبیح تمام روز رو میگیرد در بعض روایت. و حتی بعد از بامداد اگر ذکر کرده نماز ضحی خواندید، اجر و ثواب حج رو میگیرید. نماز ضحی بعد از آفتاب برآمدن تا تقریبا 10-15 دقیقه پیش از پیشین وقتش طول میکشد. میتوانید 2 رکعت خوانید، 4 رکعت خوانید، حتی 8 رکعت خواندنش هم آمده است. حتما در آنجا بعد نماز ضحی هست. پیش از نماز عصر هم 4 رکعت سنت است که اجر و ثوابش زیاد است، اگرچه مؤکده نیست. بعد در حدیث آثار صحیح هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از شام تا خفتن نمازهای نافله خواندگی هستند. یعنی بجز 3 وقت مکروه شما همه وقت نماز نافله خوانده می توانید. اساساً بین این نافله ها نماز تهجد، نماز 4 رکعت سنتی پیش از عصر و همین نماز ضحی از بهترین نمازها، پر از اجر و ثواب ترین نمازها هست که انشالله هم برکت روز و هم برکت شب را دریافت میکنید و پروردگار برای ما نصیب کند که در این نمازها همیشه پایبند باشیم. من مادر 5 فرزند هستم، کار نمی کنم، شوهرم هم کاری دائمی ندارن. وقتای آخر با پسابی زندگی میکنیم. اگر یگان کس به ما صدقه پول پروداکتیت حلال میشود، انشاءالله حلال است باذن الله. مادامی که فقط با پولی بچه ها زندگیتان میگذرد، باذن الله زکات دهد هم یا گفتیم کمک کند هم برایتان حلال است. اگر زکات مال شوهر رو به پدر و مادر من دهند اجازت است یا نه؟ و خوشتمان خسور داده می شود به شرط اینکه پول شما و فرزندانتان با آن آمیخته نباشد. نبیره نمی تواند به پدر بزرگ و مادر بزرگ زکات دهد. اگر پول شوهرتان با بعض درآمدهای شما و فرزندها آمیخته باشد، در این وقت نباید به پدر و مادر شما دهند. اما گفتید نه، اینجا من و فرزندها هیچ درآمد نداریم، همش از آن شوهرم هست. آره می توانند به پدر و مادر شما بدهند انشاءالله. نماز قضایی را چه خیل خوانیم، بعد از کدام نمازها خوانیم؟ نماز قضایی را فقط در مذهب ما در وقت آفتاب نو برآمدن و در وقت نو آفتاب غروب کردن و در وقت قیام، یعنی پیش و پیشین ممکن نیست. در دیگر همه وقت شما می توانید بخوانید قضایی را و قضایی فقط فرضش خوانده می شود. اگر قین سینگل در وقتش گندگی کرده باشد، ظلم کرده باشد، بعد از توی شدنش همان عذابی را که به من کرد چشی گفته دعایی بد کرده باشیم، چی می شود؟ یا توبه کنیم چی؟ شما اگر هر چی کردی بینی گفتید برای یک ظالم باقی نیست، اما قین سینگل این اهل بیت شوهرتان است.
و جای اینکه بگوید هر چی کرده بینی بگوید الله هدایتت کند، الهو اصلاح شوی، الهو خداوند برایت عقل دهد که ظلم چی هست، عاقبت ظلم چی هست بدانی. یعنی دعای بد و این گونه عاقبت رو بینی رو به خویش و تبار شوهر و به اهل بیت فرزندانتان که صله رحم فرزندانتان است نکنید. یعنی بر جای این دعای خوب کنید، چه مشکلی دارد این رو عکسش رو کنید که الله خداوند اصلاحت کند. السلام اپا کتاب قرآن رو ششته میخوانم، ستون مهرم درد میکند، بسیار ششته نمیتوانم. خوب رفته خوانید. کتاب قرآن خواندن فرضش یا شرطش نشسته خواندن نیست. اگر تکیه زده یا خوب رفته خواندید انشاءالله باکی ندارد. دخترم 2 هفته پیش از رمضان کودکش در شکمش مرد، 2 ماه بود ابورت کردن. یک کس گفت روزه نگیرد تا 40 روز، دیگر کس گفت باید گیرد. وقتی که اون نفاس میبیند روزه برایش حرام است. وقتی از نفاس پاک شد بعدا روزه میگیرد. بعضی زنها حتی 2 ماه باشد هم تا 2 هفته 3 هفته خون میبینند. مادری من در قید حیات نیستند لیکن خیلی قرضهای رمضانی دارند. الان روزه میگیرند لیکن بیمار است. میتوانم فدیهش رو من دهم؟ هم در قید حیات هستند میگن. آره میتواند، البته فرزند میتواند فدیه روزه پدر و مادرش رو بدهد، البته این رو میتواند. اگر ندانسته یگان چیز حرام رو خوردی گناهگار میشوی. اگر شما شک و شبهه داشتید به شبهه باز دست زدید در اینجا گناهگار میشوید. اما گفتید من هیچ شبهه نداشتم، عموما خبر نداشتم، در اینجا لا تؤاخذنا ان اخطأنا او نسینا. همیشه دعا میکنیم الله هم برای ما می آموزاند که ما چیزی رو فراموش کردیم و خطا کردیم، خودت ببخش. در اینجا انشالله گناهگار نمیشوید. من پسابیه میگیرم، چند ماهش از شوهرم پنهان کردم. میگفتم که گناهگار شدم. پسابیه پول شخصی شما نیست و آن فرزندان شوهرتان هستند. البته که وقتی که این رو پنهان میکنید هم یعنی از جهت زن و شوهر کاری خوب نیست، بی‌زیب است، بی حد، یعنی یک نمود خیانت پنهان است که در داخل خانه یک خیانتگر است. اما گفتید نه، مرد خیلی اسرافکار است و او اگر گفتم به یگان حرام دست میزند اینجا چیزی دیگر نه. انسانی خوب است و از جهت پول دوست داشتن وقتی زنها آن هم پولی که از آن فرزند از پنهان میکنند اصلا کار خوب نیست. سوال دیگر، پسرچه‌مان رو یاسین نام گذاشتیم، آیا این در اسلام درست است؟ انشاءالله باکی ندارد. یاسین باشد، طاها باشد، باذن الله باکی نیست. برای این نام ها یگان دلیل من نکرده است، اگرچه معنایش معلوم نیست. یاسین، طاها، کف، حیا، عین، سین، صاد، این حرفایی که قرآن با آن بعضی سوره ها شروع می شود معنایش را یگانه الله می داند. اما انشاءالله یاسین ماندید باکی ندارد. من هر روز بعد از خفتن 2 یا 4 رکعت نماز نافله میخوانم. درست است؟ انشاءالله درست است. نماز نافله بعد از خفتن تا وقتی بامداد است چقدر خواندید می شود؟ بهترینش 3-1 آخر شب است که نمازهایی هست که شما آن را همچون تهجد میخوانید و وقتی اجابت دعا است، وقتی قبول توبه ها هست. و اینجا خواهران عزیزانی که با ما بوده در افیر صحبت رو به آخر میرسانم. الله نصیب کند انشاءالله در این ماه مبارک رمضان دور از تنبلی ها تا حد توان، تا قدر توان در سوال و جواب همراه شما هستیم. الله نگهبانتان باشد و بگذار این ماه مبارک رمضان ماه باشد برای بخشیده شدن گناهی من و شما، ماه باشد برای اصلاح شدن همه ما و ماه باشد که پروردگار در نزد خودش مرتبه ما را در دنیا و آخرت بالا کرده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.